نیز ناامید خواهید کرد. به حق ایمان نمی آورید زیرا تلخ است و مسیر حق را طی نمی کنند زیرا از اندکی نفرات آن به وحشت می افتند و از باطل خبیث و پلیدی به دلیل کثرت افراد آنها را خوش خواهد آمد. و انگار این را نشنیدند که خداوند می‌فرماید بگو پلید و پاک یکسان نیستند، هرچند کثرت پلیدها تو را به شگفت آورد. پس ای خردمندان از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. این است آیات کتاب و آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده. حق است ولی بیشتر مردم نمی‌گروند و ایمان نمی‌آورند. بله آن را شنیدند و درک کردند ولکن همانطوری هستند که حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمایند دنیا در برابر دیدگانشان زیبا جلوه کرد و زینتش آنها را فریب و بر لاشه جمع شدند و خوردند و با خوردن آن مفتضح شدند و هر کس که چیزی در دیدگانش زیبا جلوه کرد پرده‌ای بر روی بصیرت خود کشیده می شود و آن را نابینا ساخت.